احتمالاً بالاترین فلسفه وجودی انسان رو افرادی فهمیدن که بدون هیچ دلیل خاصی میرقصن و غیر میدن. چون فهمیدن تقریباً تنها فعالیتی که میتونه احساسات منفی انسان رو بازنویسی و از نوع رونویسی کنه رقصیدنه. وقتی تو صحبتام از بهترین درمان بشریت صحبت میکنم، رقصیدن احتمالاً بزرگترین دستاورد بشریت در حوزه تولید حرکت در انسانه. رقصیدن و هر نوعی از حرکت باعث نورونزایی در قسمت‌هایی از مغز میشه. انعطاف‌پذیری مغز رو افزایش میده. قشر خاکستری رو توسعه میده. یکپارچگی قشر سفید مغز رو افزایش میده. کنترل مهاری رو بهبود میده. قابل توجه افراد دچار ADHD. سیستم‌های مرتبط با دوپامین در آمیگدالا و مسیرهای مزولیمبیک حتی فقط با دیدن رقص فعال میشن. باعث افزایش فعالیت پاراسمپاتیک و کاهش استرس میشه. بیان احساسات و عواطف توسط عضلات صورت و بدن باعث بهبود مکانیزم رزونانس میشه. توسط این مکانیزم ما هویت پیدا میکنیم و کارهای روزمره‌مون رو انجام میدیم.